در حال حاضر که فضای مجازی در اوج قدرت و فعالیت خود است، پلتفرمی دهشتناک و رعب‌انگیز به نام اینستاگرام وجود دارد. اینستاگرام به خودی خود وحشتناک نیست، بلکه این کاربران و محتوایان سمی که در آن بارگذاری می‌کنند هستند که این پلتفرم را تا به این اندازه رعب‌انگیز می‌سازند. و اما امروز بینندگان عزیز، با ما همراه باشید، چون ما می‌خواهیم، یعنی من می‌خواهم، پرده از تمامی اسرار کثیف و رازآلود و وهم برانگیز یعنی چی؟ وهم برانگیز اینستاگرام بردارم. نمیدونم از اینترو متوجه شدید یا نه، ولی قراره یه سری به اینستاگرام بزنیم و ببینیم چقدر میشه تو چیزای چرت و پرت پیدا کرد. بریم یه نگاهی بندازیم. اولی و ناگهان از همین چی میگن؟ سالی که نکوست از بهارش پیداست. محسن لرستانی اگه دختر بود. خیلی خب بسته دیگه. امکان داره تصادف کنیم. حتی صدای زنش هم خطرناکه. یه دین جدید ساخت. امام اول علی، امام دوم چیه؟ چندم؟ امام دوم کیه؟ خدا. امام سوم کیه؟ بنده خدا. خب امام چهارم کیه؟ در چی بود؟ پنجم. کی؟ امام چهارم کیه؟ ششم. امام ششم کیه؟ هفتم. خب امام هفتم کیه؟ هشتم. خب میدونم امام هشتم کیه؟ نهم. خب امام نهم کیه؟ دهم. اینو من دیگه قلقشو فهمیدم، این دوستمون بهمون یاد داد. الگوریتم اماما اینجوریه، اون امام به علاوه یک میشه جواب درست، اینه به علاوه یک، امام به علاوه یک. دمش گرم. استاداریان؟ بله آقای وایت، یکی پشت دره. کی پشت دره جسی؟ سلام های جنبه. او مای گاد. بریکینگ آنیون. این مجموعه خیلی خفن درست کنی. عسل کنار، سینگ قرمز، و معجون درست کنی الان. زنجبیل، گرد نخل نر. تو از چیه نگاه میکنی؟ به درد من تو که نمیخوره. بریم ببینیم بقیه چی نوشتن. سلام، ببخشید استاد، بعدش باید چی بخوریم که بخوابه؟ سوال خیلی خوبی بود. داداش آدرس مغازه‌تو بده بیام کنارت صابون و دستمال وساط کنم. فکر اقتصادی داره این آدما. من یکم ریختم تو باک ماشینم، دستی نمیخوابه. داداش اگه خودت از این مصرف نداری برای خرید حضوری بیام، اگه مصرف داری بده پیک بیاره. شاید پیک هم مصرف داشته باشه. تو از کجا میدونی؟ نرو اون سمتی به نظرم. کلا افسانه ها میگن کل گربه های اون منطقه گشاد راه میرن. آجی 150 گرم کافور بزن توش، یه بالانسی بشه. آقا یه نفر بیاد به من میگه فلسفه زندگی این آدم چیه؟ بذارید بهتون نشون بدم. کی بیشتر از من برات میمیره. خب تموم شد. دیدی؟ همین بود. کلا فکر کنم 10 ثانیه ویدیو بود. کلا یارو میاد یه عکس از خودش در حال واسه که دیگه نشون بدم. این لاکو اینجا مثلا بعد شوینده بخره، تو قبلی ما رو مرغ بخره. خب چی میخواد این آدم؟ بعد چرا انقدر ترند نمیشد؟ لاکو هیچ شبیه چیز نیست اون یارو تو آدم بده تو پلنگ صورتی. Hey brother, what's that brother? وقتی شب خونه اون رفیق چیز حشرت بخوابی. اگر تهمت هایی که به آیت الله چیز میزدن دروغ باشد، در آن دنیا چه جوابی خواهند داشت؟ آیت الله چیز کیه؟ آیت الله کاظم صدیقی ولی دیدن این پیام. قربون شکل موهات برم، بی غیرت پس فطرت دارم تو روت نگاه میکنم بهت میگم جاکش. آیت الله دیگه میره نه تنها اسمشو عوض میکنه، کنه از آیت الله بودن لفت میده. اوی آقا راستی خدا معرفی نکردم، من زالکم. خیلی خوش اومدید به کانال من. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید یعنی احتمالاً از این ویدیو خوشتون اومده، پس لطفاً لایک کن، کامنت کن، ساب کن. کامنتو که نمیکنن، کامنتو بذار، از من حمایت کن، ساب کن، حتما ساب کن یا ویدیو زنگولم بزن. آفرین، بزن. ویدیوها از دستت نره، واقعا ویدیوهای خیلی خوب اینجا میسازیم. لینکشو نمیشه تو یوتیوب پیدا کرد. خیلی خب بریم سراغ ادامه ویدیو. یا خدا چیه؟
مهندس یارو مهندس پارکینگ اجرا نداری. پادشاه اگر کسری وجود داشت میتونید از خاندان لنیستر قرض بگیرید یا به انگلستان حمله کنید غنیمت بگیرید. گیم آف بتونز. وقتی کنار کشورکشی معماری رو ادامه میدید. پسر عموی آتینگا و پاتینگا درسش رو ادامه داد و مهندس شد. مهندس کارگرها از شرق به ما حمله کردن، دستور چیه؟ -2 هستیم همونجوری که توی مهندس یه حملمون نشه. تصویر میبینید چیزی به گروه ساختمانسازی گلادیاتور و برادران خدایا کالدرگو هستم. بعد از کشورگشایی تصمیم گرفتم بساز و بفروش میشم حمایت کنیم. این فیلمو بیشتر اونایی که گیم آف ترونز دیدن درک میکنن. بعد تازه همین یکی نیست، یکی دیگه هم اینجوری هست. نگاه کنید قربان شما گیم آف بتونز رو قبلا خوند. از همون مستقیم رفته سر ساختمون. سوالات زیادی شده بود از سمت شما مبنی بر زشته دیگه آقا نکنید. اینقدر سوال نپرسید از ایشون. طرفو نگاه کنید ببینید به خاطر شما از همون خودش زده اومدن تو همون بهش گفتن آقا مردم سوال دارن، همونجوری با حولو اومده سر پروژه ایجاد داره به سوالات من پاسخگو میشه. به خدا اگه این بره بشه کاندیدای رئیس جمهوری من بهش رأی میدم. اینقدر که مسئولیت پذیر به فکر مردمه. آقا شما ثابت کردید مهندسی نه سواد میخواد نه تجربه، فقط صدای تخمی میخواد. نه فقط صدای تخمی هم نمیخواد، قیافه تخمی هم میخواد. یادتون باشه اگه دارید ریاضی میخونید و صدا و قیافتون تخمی نیست و میخواد مهندس بشید کنسلش کنید. تور تایلند 542 میلیون. ای بابا آمریکا میخواد این ساختمون یو شکل رو بسازه، انقدر بزرگه که یه هواپیما میتونه از توش رد بشه. او دمت عرب‌ها ایتالیا جانم per un Lamborghini che dagli al popolo iraniano spari bene. چشم. دوستان تا به حال اتابکی رو که دیدید 100% دیدید، ولی میدونستید اتابکی چند تا شات تو انیمیشن اسپایدرمن بازی کرده؟ میگی نه نگاه. اتابکی؟ بله کیرم تو سیویلت. ای من بیشور احمد. ای تو که اصلا نه خواهر داری نه آقا خود اتابکی ناموسا سیویلاشو نگاه کن، سیویلای خود اتابکی نه اصلا انسانی یک حیوان به تمام معنی. اصلا شعور در وجود نداره. مردی که اولاق واقعا شعور در وجودت وجود نداره. شعور نداری. کلی شعور نداری. این بهترین ویدیوییه که تو کل زندگیم از این استا دیدم. نمیدونم چجوری باید بگمش ولی نگاه کنید فقط یه لحظه بهش. تو گرد تو زیر بارون خسته نباشید. آجر ستاب میکنن دارن مات میارن زحمت میکشن هنوزم 5 مرد توی نشون بده. آقا هشتگ کارگر مظلوم کلش آف کلن. چقدر ما از این بدبخت بیگاری میکشیدیم، میفرستادیمش کارش هست تمام نشد میفرستادیمش دوباره سر پروژه دیگه، خونه‌ش میذاشتیم اون گوشه اگه اتک زدن صد نشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخه این دیگه چیه؟ من بهتون میگم این چیه. این کریتوس اگه تو ایران به دنیا میومد. آقا اینم بود از چیزای سم و چرت و پرتی که میشه توی اینستاگرام پیدا کرد. اگه تا اینجای ویدیو دیدید یعنی حتما از این ویدیو خوشتون اومده. پس لطفاً کامنت بذارید، لایک کنید و ساب کنید، چون این کانال تازه تأسیسه. انگار کافیه تازه زده شده است و واقعا به حمایت شما احتیاج داره. قربونتون برم تا ویدیوی بعدی. زنگوله رو هم بزن اگه ساب کردی. خداحافظ.